بسم الله الرحمن الرحیم. در استانه زادروز حبیبالله عبدالرزاقов آثارخانه این هنرمند معروف تاجیک افتتاح شد. گفتم بیا همین یک موزه کشیم. نیوره ایوره چیوره ماند بیند باباش کی بود کی آنیش چی بودن چی مون یک تا جمع شد همین چیزی ملی خودمونه نیوره ایوره بینن ملی خودمونه چیزمونه گم نشود گفتم شدیم. حبیبالله عبدالرزاقов تمام اشیای در آثارخانه به نمایش گذاشته را طول عمر خود جمع‌آوری کرده است. قریب از سالهای 70 این طرف پدرم دیگر کلکسیونشون رو جمع می‌کردن. اینجا بعضی چیزها از بیبی هم مانده است، یعنی که از مادرشان یک دو گوشوار و گردنبندهای عمام هم هستند. بله خواهرشان و دو خواهرشان. فقط از سوزنی هاشون اگر که مانیم اگر یک موزه دیگر ساختن می‌کنیم. برای قریب شاید که یک 300 سوزنی داشته باشم پدرم. آینی حال با نظر و میگوید در هیچ کشور آسیای مرکزی همین گونه آثارخانه هنرمند تئاتر و سینما را ندیده است. شخصیتی که او نه اینکه در خود تاجیکستان همچون یک صنعتکاری به همتا بود و تمام مثلا حتی در فیلم های ما میدونیم که SSR پیشینه فیلم های مثلا هم قزاقستان هم قرقیزستان بسیار رول های عجایب را بازیده بود. حبیبالله عبدالرزاقов 7 نوامبر سال 1937 در شهر کولاب تولد شده در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت. تنها در سینما تقریبا 100 نقش آفریده است.